سلام خدمت همه همراهان عزیز. بنده عرفان ملکی هستم، مدیریت کانال آموزشی سامتل. خیلی خوشحال یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که این ویدیو رو بپسندید و لایک و کامنت هم حتما برام بذارید، چون خیلی خوشحال میشم. دوستان، این آموزش برای کسایی که صفحه کلیدشون موقع تایپ صدا میده، مثل این، و شاید خیلی مواقع اذیتشون کنه و مجبور بشن گوشیشون رو حالت سایلنت بذارن. اگه دوست دارید گوشیتون رو حالت سایلنت نباشه و این صدا هم نده، با من همراه باشید. در ابتدا شما باید وارد ستینگ دستگاهتون بشین، تنظیمات یا ستینگ. وقتی که وارد شدید به قسمت پایین بیایید تا قسمت تنظیمات بیشتر، روش کلیک کنید. در اینجا گزینه ها رو مشاهده می کنید. گزینه زبان ها و ورودی ها، روش کلیک کنید. در این قسمت می بینید که صفحه کلید کنونی بنده رو زده جیبورد. از اینجا اسم صفحه کلیدتون رو بخونید. دقت کنید که همین صفحه کلید رو باید انتخاب کنید. از قسمت پایین ترش مدیریت صفحه کلیدها کلیک کنید و وارد بشید. از اونجایی که برای من جیبورد بود، روی جیبورد کلیک میکنم. در این قسمت تنظیمات کامل صفحه کلیدتون رو براتون نمایش داده میشه. ما با بقیهش کاری نداریم. قسمت اولویت ها روش کلیک کنید و به پایین بیایید تا به این گزینه بر بخورید، صدا با فشار کلیدها. ما این رو خاموش میکنیم. بقیه چیزها رو فعلا باش کاری نداریم تا اگه نیاز بود به هم بگید که چه مشکلی دارید تو آموزش‌های بعدی براتون بذارم. این گزینه رو غیر فعال میکنید و از قسمت تنظیمات خارج میشیم. حالا بریم امتحان کنیم. میبینید که دیگه صدایی نمیده و کیبوردتون هنگام تایپ به صورت سایلنت هستش. ممنون که با من تا انتهای ویدیو همراه بودین. حتما اگه آموزشی مد نظرتون هست، کمکی میخواید، تو کامنت ها به هم بگید. خیلی خیلی خوشحال میشم که بتونم راهنماییتون کنم، مشکلتون را حل کنم. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ شما.